مرگی در کار نیست و هر 26,000 سال یک بار قیامت میشه و زمین از زمان دهوالارض که توی کتاب‌های مفاتیح هم نوشته شده برمیگرده به بود عشق، به همون بودی که برای اولین بار خلق شد. و اینکه شاید یه سوال براتون پیش بیاد، خب آخرالزمان هم رسید، همه برگشتن، همه روح‌ها تبدیل شدن به نور، انا لله و انا الیه راجعون، همه از خداییم به سوی خداییم، برگشتیم رفتیم پیش خالق، برگشتیم به خونمون، تموم شد. چون همه دارن تجربه میکنن، یعنی تمام سیاهی ها هم پاک میشه و همه تبدیل میشن به نور، برمیگردن پیش خالق. خب حالا برگشتن پیش خالق، خب تموم شد، رفت، دیگه چی میشه؟ دیگه جهان تموم میشه، دیگه دنیایی نیست. دوباره از اول اون انرژی کل، اون سورس، اون منبع، اون نور دوباره از اول منفجر میشه، انفجار رخ میده و خود خالق فرمان میده، میگه جهان با کلام آغاز شد، میگه موجود باش و آسمان موجود باش، زمین موجود باش، سیارات، همه چیز دوباره از اول خلق میشه.